بله بله بالکل بالکل گوش داره باشید. گوشتی صدف مروارد و لال و جوکان مرزان در نیایم وحده بکان. صدف مروارد و لال و جوکان مرزان در نیایم وحده بکان. جهانی آس که تو وط خنزانه اگر یک ذرهی گو تو بدکان. جهانی آس کی تو هم خزانه جهانی آس کی تو وط خمزانه اگر یک ذره گو تو بدکان. کتک ساحک سارتیا ترا چوش تو هر چون تال کنه شرطر مترکا. میاران کرتا مارا آب چیرا پمیشکا مدتی بیتم تک و نکا. نمیران کتک مارا جهانا نمیران کتک مارا جهانا. هما کبر سر آقا من چوکا. نتوار باز باش جوان ده همین چوکا من دیلان رضا بود. آباد دست دارم ولی بالله شاری نہیں ولی میرا شاری و کسا مایک تیگه نہیں ملی غزل بانو کا اجازه یک لحظه واجان یک لحظه واجه عزیز اگه اجازه ده من منتوارم بانو کبر کهی ابر گوندت گرن مایک تی اختیاره. جی من که پرسش کنم ساعت کوتاه بشون تیمور برخته مایک بچه بندی واجه تیمور واجه ستار گفت در مشکل آزادی بی سریعی ببی هر کس وشنوی ما بیت مشکل سریع نه مشکل آزادی باز چیزم مش می بلوچستانا جنین حق باز این ظلم و ستم جنینانی سرایت ماشمارا کودک ازدواج کودکان هستن ماشمارا جنین هستن که به اصطلاح مردین هستن که چون جنینش هسته ایشان فقط 2 مثال من گوشم اگه گیش در چیشان باز گیش درم اگه من گفت کنم به عنوان جنینی به خاطرش این که واقعا آدابی که من در کتا فهمته بازی ظلم و ستم بوده نه پوشش خبره نه بی بندواری خبره نه بی مسئولیتی خبره واجه ها آزادی مستری مسئولیت الوتی پچه که تو باید همادا بی که تی همساهک اذیت مبی تا همادا باید احتیاط بکنه تا هما پیرا باید رفتار بکنه همادا باید بلنده همادا باید گوشت اگه من چیزی یاد نگفته دنیا ترکا بله این ملکی که من زندگی کده اشیا ما یاد گفته که اگر تو یک جامعه آزادی بوده تو باید درستانی عقیده احترام بله تو باید اگر نتونه هم اگر وقت نتونه آیا قبول کنه این عقیده اشیا اجازه نداد ولی تو مجبوره که اشیا احترام بله من این مشکل اشی نه که ما بانده روی چی حالا من بیایم ایران آباری من هلم من سریع ببیم مبیده این کوچکترین مشکله اشی کسترین مشکله که من فکر کنم ما جنینانا هسته آیی وقت به وقت رفت بیده آیی می مشکل نه می مشکل اشی این که چطور می جامعه تونده و تا وقف بداده که ما بتونیم برابر ببینیم که ما جنینان حق و حقوقی که باید ببیده همه هم می جنین تحصیل کرده می جنینان رتبه خوب هسته ولی همه لحاظ دولت مرکزی و هم لحاظ فامیل طایفه بازی بندی هستن بازی
زنجیری هستن که باید پروژک بدن که اصلا ربطی به سردریش نیسته. من فکر کنم که شما واجه تو هم اشیا بهتر چمان زانه تگرد. پدا مسئله اشیه که بچارت واجه ها مشمه همسایه افغانستان دور نه. شما دید که ودا چی بود. اول مثلا ای سوسیالیسم لگت پر مجاهدین دست دارن چه مجاهدین طالبان یهدن بعد آمریکا یهدو نزانو این چو سعی کوشش و این چو نزانو جهد مردمان هستد که وقتا پاید جای برسینا ولی بهتر نبود که بهتر بود. هنو پدا طالب همودا هنو یا جنین یا اصلا حق تحصیل بلکه مبیت دیگه افغانستان توی که جنینان هنچو زنده ها پوشتن تش پسرا و هنو هم امکانی هستن که دیم فهمان رو بروته. یعنی اگر من گپ بکنم اگر چیزی بشم منی مسئله واقعا چطور بگوشم این مسائل نه که من فکر بکنم که من آزادی اروپایی نرسید. خبر آزادی اروپایی نیست نه تا حتی ایده اروپایی توی که شما فکر کنید که مردمان واقعا آزاده اصلا چونه این چوک مسائل هستن که باید رعایت بدن. این چو باید فلسفه سرا هگهشون باید چینچو فلسفه هان سرا خبر بکنن تو بزانن تایشی که هر حق یا که هر کسی حقا بتونن برسینن. این مزنی گفتی و منم زانم که یک جامعه باید پله به پله پیش بروته باید لحم پیش بروته منتوارمش میواجه باز شبت منطقی و جان آجی انشالله که امارگی پیش واجه دکتر جان یک لحظه ببخشید یک لحظه واجه عزیز منتظر انت تی هم مایک جت واجه گلم ناراحت بود بیایی هم باید مایک دهن چشم تی اگر کوتاه 30 ثانیه 30 ثانیه هم کمتره واجه دکتر جينا والتعزيم هبركة نه 30 ثانیه هم کمتره. من دردانگه نفس صبر وشکت واجه عزیز افر کن جينا بالواجه عزيم هبركة رندم هبركة واجه تا مایک ترابه آگی همزه تی توار پروشه از این گفت کن بعد واجه دادیار دکتر از این گفت خبر کن واجه ساتر مایکت بند که صدا برگشت بکن. سوری ساتر تی مایک بشه بله درود دراه باتی دیگر و 30 ثانیه گشته طول نده یا دردانگی حالی هم بشه یا حقیقت یک ظلم و ستمی که ها گشته جنبه قانونی ها تو علم وراثت نظام اسلامی ها شاندرو منظور بوده که یہ تبعیض و ظلمان جنین رو بارکانی باره ها ولی یک کمی دیگه هوا کماشتری مردم که با بستر رفتار سنتی عرض تقاضای اقتصادی و اجتماعی هست آها یک معنی مزدی که حرکتای ضد دموکراتیک حتی برای علیه مردینا هم بید اگر یک خلاف منافع هم نگرد بده ضد دموکراتیک رفتار کنه که جامعه دیوا برو امیدواره هم در قانون دموکراسی رعایت بشه هم در عمل هم جنینانی تو که هم مردینانی تو که اما جامعه و شال بینه نتواره مرانترک ضروری گفته واجه دادیار تی مایک تیگه واجه جي من خياله واجه قوش ياكي دقا هم تهسبين هبركة نه بازی. گولا جي نبل واجه قولا ما بركة غيه نقطة واجه قلت هبركة مرة ترى هبركة أنا يا 5 دقيقة چه هذه إجازة من نتورك
نوبات تنوع نتوان ما لوتت که همه بحث سر که بانوک آنی گوش اتفاقا همه ورک شما گوشه گیرم تو پاکو او یعنی میں ملکا هم واشين اگر یک لیوان نیمه پر هم هستی حالی هم هستی بستگی به خانواده و شهر و همه جاگه که یک خانواده هستی بگنده آزادی جنی تمرده یا که امر تحصیل یا که ایدگی مسائل یک جور معتدل تو مردمان بیشتر حل کرده ولی مثلا دیگه نیمه خالی چاریم اگر جای دور افتاده یا که مذهب خود شدید تره یا که مردمان کمی متعصب تر آجان کمی چه نیمه خالی تو ये मुश्किलात शदीद है हन्नू या नुक्ते कमल लुटक बगुशा इसे के आ आ आ लाये ही जामे के आया आवती अमा आजातिया या के जनी ने देम रविया मन्ना आया वो यानी आयनी सरच में कार्य न लुटी मानी थमा ये लाये के या افراطیت مذهبی مثل طالبانی یا که افراطیت سنتی یا که یعنی افراطی نه در واقع ایچ توسعه یا که اگر منطقه ایوات همه یک شیعه یک چاہتی تو که منطقه که به گزینه نرستگند که مشارکتی بیت یا موید یعنی بچیت همیش یعنی آیان به نقطه رستگند قبلان یا نسل قبلی خانواده شروشنت که آیان که مسئله نہیں ولی برای اصلاح آدگی لائے کہ چاہیے جا گرفتار و بمرور زمان بدون شک تقابلی ببیت یا افراطی ببیت یا تنشی ببیت راه اصلی راه میشن که اول توطبیه که یعنی ای تبعیض و ای ضدیت و ای مشکلات اصلی که اقتصادی و اجتماعی کل کشور هستن ای چیز تو دومی میدیا आहेत که متاسفانه में मुल्का में जुबान मीडिया نیست یعنی هنو مشمل हमें लाये च जामे के जनीना या देन या कि असं मर्दें चुकन वानग हम आर्गजाश नदा अला जनीन के वानग का एक परिदे जहानी बुतक जनीना नि हक पुष्ट बुतक नो एरा ای اصلی چیز زبان میدیا بود یا کشان روشن کنو میدیایی بود که نخبگان بران بحث کنند چه تلویزیون بی چه روزنامه بی چه رادیو بی ایشان نبود و ایشان که بیاین بحث بید کم مردم ذهن پچلا و در کنار بستر اصلی توسعه و اقتصاد و اجتماع مترقین این میدیا و فعالیت های هستن که در هر زمان باید بناهن که جناب مولوی احتاج در یک راس یک همچین جنبش در بینشوی منطقه به نظر من پیسر چیشی یا بعد چیشی ایشی همیشه در جریان ببید که آلایه گرفتاره گویی وسیله هم به کمترین تنش و یک نظر دیگه که من وده هست که آلایه متعصب و مبلوط نرم بکنه ایشن که اول افراد روشن چهما لایه های مذهبی یا اما سیستم جای دوره هستن سرداری و خانی که بعض کم ولی اکثر مذهبی خصوصا هندو یک مواضع که جناب مولانا هست یعنی که دین به یک جور تفسیر کنند که سکولاریسم ازای در که حق جنین در که به نظر من یک فرصتی برای کسایی که در طول سالان قبل یا بعدی دنبال حقوق برای جامعه یعنی خبر ای واجه که وقت از لای مذهبی بزورند به همه متعصبه خشک مذهبی بدیند که مشتمه خبر به یک نرود یعنی معشومه تا 100 سال زحمت کشی شاید بتوانی ای ذهن آواز کنی ولی یک شخصی که ای باور داری در لای مذهبی یا سنتی
توان آي بسرعة يشتر بطنيش كمتر هزينة كمتر در ای هم مثلا همراهی یا که ای مسئله دیما بود که ما همین نکته گفته باشن که یک زبان است یک کمیشن که از کسای افراد روشن مذهبی مخصوصا که می جامعه مذهبی اکثریتی ای افراد روشن اگر بیان ما چه ایشان استقبال بکنیم ایشانی خبران بولد بکنیم در مقابل کسایی که مذهبی ولی کسایی که روشن aynı niyaz ile که ما تازه بیان خبر مذهبی ببریم بدهیم که همین نکته من لوٹه باشه ببخش که من minnettar vagyok. Hoca Dadiar, Mike Tege, Gabi Janranda. Nuçercan mani nam baz gerek bir mana comment diye randa vadi diye. Baş hoca, baş. نه توت كومنت بده که من یه 3-4 دقیقه خبر کنه توت كومنت بده وجه جی بفهم जी vadi diye Allah tey savra mara hum bidante ve dige baratta hum mani murad و शक बानो कहानी ये चीज़ा चे मुतवज्जे भी के बलूचिस्तान मंगो बलूचिस्तान ने इसी मुराद ने के आज़ादी अज मौलो मुराद चे सरी के दीर कने गई ना मनी मंजूर इशा आ चीज़ी के तो दर बलूचिस्तान दिता ये इश्क तक आ सख्त गिरी है के مثلا پتا بروی اوتی مثلا خانواده تو کویتا اوتی جنه که هر چیزی گوشتگی مثلا پلان من تی واسه پلان مرد اختیار کتا تو مجبور باید بگیری ممشن ای چیز در ای بره زمانی گوستگی دوره تو اختیار راحت بی چیز شد من یعنی نبوشن که 100% ما به این چیز رسیدیم نه ما رضافها بله هم چون که تو وقتو ایزا باید پله هر جامعی تو که تو وقتی لوٹه یک قانون ایر بکنه باید با قانون باید تو ابلاغ بکنه تا مردم بتوانه چه قانون چه پیروی بکنه بشکل قانون مراحل هم بزنن منظور اینه که آزادی بی آزادی که در اروپا هستیم بله من انگتا که میشه گوشن آزادی که در اروپا هیچ موقع تو ای بلوچستانی سکولار بول معروف سکولار مذهبی مردم ان تو کا انچو مذهبی هم سکولار ہیں हम मजहबी हैं हम डेमोक्रेट हैं हम बोल मारूफ मजहबी हैं हम फेडरलिस्ट हैं मनी मंजूर ऐशाद यानी कि आज़ादी अफकार ई जामे तो का अंग तक बनवाए संबुली برای این جامعه مشخص نیا یا اصلا تعریف شده نیا نه زمانی تعریف ببند मैं जामे हम कबूलिश का मैं जामे हम माशाल्लाह बासवादी जामे और दाराय शूर फाम सवाद सियासी और तमाम चीज़ें हस्ता बल्कि तो ब्याह ना कि एक जामे या वक्त के एक आराम चाहिए कहने तो बयान मराइल तुलानी लूटी ना मन मंजूर इशक